برادر عزیز، ما باید در خانه خوشنامن و خسور گفتگی باید جمله نداشته باشیم، یک کلمه نداشته باشیم، اون پدر و مادر باشد. چگونه که غم فرزند خود چه میخورد، اون کلین هم در خانه فرزندی او است. اگر دختری چرا در دیگر خانه همسر کند، حالا چی میشود؟ و از دختری خود خلاصه برا دختری خود گویند که یک آدم بی‌صاحبی، تو حسن نداری، تو زیب خانه من نداری، تو بچه من ارزنده نیستی، بچه من جادو کردی. و باور که تو خدا دانا تو چیل خود در او حالت فیت میکنی. پس انا همین حالتی که بالای خودت میاد، بالای مادر و پدر او هم انا همین احساس میکنه. و چیل ایمانداری است که ایماندار آدم آن کسی است که برای خودش آن چیزی که